خب کارتون چیه؟ من لیسانس مهندسی مکانیک دارم. نه من اصلا با مهندس ازدواج نمی کنم. دکتر باشه فقط هم پول دار. 20 سال درس خوندم، دکتر باشه پولدار باشه. خب کارتون چی بود؟ مکانیکم، یه دونه گاراژ رفیقم داره اونجا مکانیکی میکنم. خب اشکال نداره، همین که کار میکنی پول حلال در میاری خودش خوبه. نه پول زیاد در نمیارم، ما این دستگاه مسکاه ها اومده به ما که با دست کار میکنیم زیاد کار نمیرسه. عوضش پولت حلاله دیگه. اوکی یعنی اوکیه، خوش بریم ازدواج کنیم. خب چی کاره ای؟ دزدم. دزدی؟ آره، هم خونه رویی میکنم، چیپ قاپی میکنم، خفگیری میکنم، دزدم. اشکال نداره، همین که داری برای آینده تلاش میکنی خودش خوبه. خوش بریم ازدواج کنیم. بابا آره. خب چی کاره ای؟ والله هیچ کاری ندارم، هیچ، بیکار. اشکال نداره، تنت سالمه؟ تنم سالم که اونطوری که بگی سالمه سالم نیست، ولی بدی هم نیست. اشکال نداره، مردونگی داری دیگه. آره دیگه اونو دارم. خب پاشو بریم ازدواج من کنیم. قصد ازدواج ندارم. بابا بگه دست خودتو باشه. نه نمیخوام ازدواج کنم. باید بیای.